سلام علیکم بینندگان گرامی. موضوع امروزی ما نشانه های تقسیم شوی عددها می باشد. پیش از همه ما به مفهوم های تقسیم شونده، تقسیم کننده و حاصل تقسیم شناس می شویم. مثالی داستانگی به نگاه کنیم. این مثال 40 تقسیم 10 برابر 4 است. خیلی در اینجا 40 تقسیم شونده یعنی که تقسیم می شود به یک چند قسمه ها تقسیم شونده 10 تقسیم کننده حاصل تقسیم 4. بله 4 در اینجا چه حاصل تقسیم حاصل سه تقسیم دیدی من انکو عمل تقسیم نسبت دیگر عمل ها جمع ترک ضرب کمتر دشوار است. بنابراین وقتی که شما عددهای کلان به یگان عدد تقسیم میکردگی شوید، اگر دانید که پیشکی حالی تقسیم نکردن پیش دانید که آیا این تقسیم می شود یا تقسیم نمی شود، کار شما خیلی آسان میکند. اکنون ما میدونیم که به عدد یک کن به عدد یک همه عددها تقسیم می شود. همه عددها چه می شود؟ همه عدد به یک تقسیم می شود. همه گونه عددی ا را به یک تقسیم کنیم با چند برد؟ با همون عددی ا خودش می برد. فهمیدیم بی؟ آمدیم دویم عددی دو با عددی دو به چه خیلی عددها تقسیم می شود؟ به عددی دو عددهای جفت تقسیم می شود. عددهای جفت گفته ما چه خیلی عددهایی می گوییم؟ 1 3 2 3 عددهای جفت عددهای جفت عددهای که با رقم جفت تمام می شوند. انکو عددهایی که با رقم جفت تمام می شوند عددهای جفت بودند. همه عدد جفت به دو تقسیم می شود. اکو رقمهای جفت کدام ها؟ 1 2 4 6 8 تمام 5 تا عددی جفت بوده است. کدام عددی که با همین عددها تمام می شوند یعنی رقم آخرینشون همین رقم ها است و به دو به بقیه می شود تقسیم می شود. مثال تماشا کنیم 1458 تقسیم می شود به دو تقسیم می شود. برای چی؟ برای آنکه رقم آخرین آن رقم 8 جفت است. رقمی جفت است. این عدد همون عددی جفت است. عددی جفت به دو سه تقسیم می شود. آمدیم عددی 3 به عددی 3 چه خیلی عددها تقسیم می شود؟ به عددی 3 همین خیلی عددها تقسیم می شود که حاصلی جمعی رقمهای آن به 3 تقسیم شود. حاصل جمعی چیزه؟ رقمهای آن به 3 تقسیم شود. مثلا 1572 فرض کنیم 2 آیا به 3 تقسیم می شود یا نه؟ نگاه کنید میبینیم که این از کدام رقم ها عبارت است؟ 1 جمعی 5 جمعی 7 جمعی چند؟ 2 برابری چند میشه؟ 1 و 5 6 و 7 15 به 3 تقسیم می شود کو؟ وقتی که 15 3 به تقسیم میکنیم چند؟ 5 بنابراین عددی 1572 هم به 3 تقسیم می شود. ما حالی تقسیم کردن نشده میدانیم. فهمومی؟ آمدیم دیگر اشبه نشانه تقسیم شوی به عددی 4. به عددی 4 همین خیلی عددهای تقسیم می شوند که دو رقمی آخرین آنها یعنی که نه عددی که به واسطه دو رقمی آخرینشان تشکیل کرده شد می شود به 4 تقسیم شود. مثلا تماشا کنید 154,000 مثلا 154,040 عددی کلانه عددی 6 رقمه 154,040 آیا همین به 4 تقسیم می شود؟ می نمی ما نگاه میکنیم. گوش کنید دو تا رقمی آخرینش کدام عدد تشکیل داده؟ عددی 40 تشکیل داده. همین عددی 40 به 4 تقسیم می شود کو؟ پس این چند؟ 10 40 که به 4 تقسیم می شود 154,040 هم به 4 تقسیم می شود به بقیه تقسیم می شود. اگه شما به من یک چیزی زوره یاد میتونم تماشا کنید. مثلا عددهای دو رقمه به 4 تقسیم شدنش اگه جا میدونیم گوش کنید من شما بگم. مثلا فرض کنیم که
عددی 76. آیا 76 به 4 تقسیم می شود یا نه؟ برای این دانستن اخیل میکنیم. رقمی آخرینش گیتم پرتاییم. چند ماند؟ 7 ماند. حالا ایستا 7 ماند. 7 دو چنده میکنیم. 7 ضرب 2 و این رقمی آخرینه گیتم پرتاییم. 7 کره 2 چند؟ 14. از 14 6 گیریم چند میشد؟ 8. 8 4 به تقسیم میشد که 8 4 به تقسیم کنیم چند بود؟ 2 بود. پس 76 هم به 3 تقسیم میشد و به 4 تقسیم شده است. یعنی چخل میکردیم عددهای دو رقمه به 4 تقسیم میشه بشنده. چخل میکردیم بچه‌ها گوش کنید. مثلا میگرفتیم مثلا 96 گویید. یک تا رقمی اخیری نشه یعنی رقمی واحدشه. اوی اهمیتی رقمی واحدشه گرفته میپرتاییم. رقمی دهیش چند؟ رقمی دهیش دو چند میکنیم یعنی به 2 ضرب زده از رقمی واحدش میگیریم. رقمی واحدش گشته گیتم پرتاییم. 18 6 گیریم چند میشه؟ 12 به 4 تقسیم میشد کو 12 4 تقسیم کنیم چند؟ 3. پس 96 هم به 3 میشده است تقسیم میشده. شما یاد گرفتید عددهای دو رقمه چخل 4 به تقسیم شدن یا نشدنشه. وقتی که این عددها کلام باشن گوش کنید نقص کدام وقت به 4 به تقسیم میشدن؟ عددی که به واسطه دو رقمی آخرینش واحد و دهی. واحد و چیزه؟ دهی. انا همین واحد و دهیش تشکیل میدادگی عدد اگر به 4 تقسیم شود خود همین عدد هم به 4 چیزه میشه؟ تقسیم به تقسیم میشود. فهمیدیم می؟ این یکم قسمی درس ما. یک بار دیگه تکرار. وقتی که یک عدد ما عددی دیگر به تقسیم میکنیم عددی یکم ما نومش چه بوده است؟ تقسیم شونده. دومش تقسیم کننده. سومش تقسیم. به زبان روسی چیزی میشد؟ به زبان روسی تقسیم شونده دلیمای تقسیم کننده دلیتل حاصل تقسیم چیزی میشد؟ چسب نویه. چیزی میشد؟ چسب نویه. فهمیدیم بی؟ یکم قسمی داشت. دومش به یک همه عددها تقسیم میشود. همه عدد یک به تقسیم کنیم با چه میشد؟ خودی عدد. مثلا 25 تقسیم یک برابر چند؟ با 25. کدام عدد نگیری یک به تقسیم کنی با خودش. فهمید؟ دو به چهل عددها تقسیم میشد. دو به عددهای جفت تقسیم میشد. عددهای جفت همین خیلی عددهایی که با رقمهای جفت تمام میشد. رقمهای جفت کدام ها؟ 0 2 4 6 8. کدام عددی که همین 5 تا رقم که تمام میشد یعنی رقم آخرش همین رقم است به دو به بقیه چه میشد؟ تقسیم میشه. انا کو بسه چی؟ بسه کدام عددها تقسیم میشد؟ بسه همین خیلی عددهای تقسیم میشد که اگر سومه همه رقمش جمع کنیم جمع کنیم حاصل برآمدگی بسه تقسیم شود. بسه تقسیم شود خودی عدد هم بسه تقسیم میشه. فهمیدیم؟ به 4 چه خیلی عددها تقسیم میشد؟ به 4 همین خیلی عددهای تقسیم میشود که دو رقمی آخرین عددی که دو رقمی آخرینش تشکیل میکنه. واحد و دهیش. حاضر اینجا واحد و دهیش چند تشکیل کرد؟ چی؟ همین عدد 4 به تقسیم میشود. خود همین عدد هم چه میشود؟ 4 تقسیم میشود. اكو عددهای دو رقمه چه 4 به تقسیم میشه؟ ما اینجا یاد دادم. رقمی دهیشه دو چند میکنیم واحدش ترک کرده میپرتاییم. یک رقمه یا رقمی با مایده تر حاصل میشد کو همین رقمه در سنجیده میبینی آیا به 4 تقسیم شود خودی عدد نیز به 4 چه میشه؟ تقسیم میشود. بله به همین تمام درس ما.